ارائه مسعود عزیزمون. ما 15 دقیقه رو به زمان پرسش و پاسخ اختصاص دادیم و شما دوستان میتونید تو اون زمان هر گونه سوالی که دارید رو بپرسید. ما خوشحال میشیم بهمون بگید برای وبینار 4 مد نظرتون صحبت در مورد چه موضوعی هستش، پیشنهادتون رو به ما بگید و کلی چیزهای دیگه‌ای که فکر میکنید به مکتب خونه DDD کمک میکنه تا کانتنت بهتری رو برای شما دوستان تولید کنه. مسعود جان، من صحبت رو کوتاه کنم و ازت خواهش میکنم که شروع کنی. بسم الله برادر. متشکرم سهیل جان. من به استافم هم فقط شیر کنم. الان تصویر خودت شیره مسعود، ما خودتو داریم میبینیم. آها، روی سیستم در واقع روی سیستم دسکتاپم رو شیر کنم. بله بله. مسعود این استیکی نوت های پشت سر تغییر نمیکنه؟ چرا تغییر کردم؟ فقط زاویه‌شون عوض شده، یکم گوت شده. نه، اضافه شدن یه سری بهشون. خیلی عالی. مسعود صفحه داری. خب آها، خیلی هم خوب. خب سلام دوستان، من مسعود بهرامی ام. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم. امروز قراره در مورد مایکرو سرویس صحبت کنیم، اما در مورد چیستی مایکرو سرویس خیلی صحبت نمی کنیم چون احتمالاً زیاد در مورد صحبت شده و شنیدیم. در مورد خود کنیم. تایتل بسیار تایتل سنگینیه به دلیل اینکه مایکرو سرویس از جنس اون تایتل هاست یا از جنس اون معماری هاست یا از جنس اون مفاهیمه که ما تقریبا هر چیزی که توی سافر داریم زیر چتر این مایکرو سرویس قرار میگیره و به نوعی با این مایکرو سرویس ها خب بولد شدن یه سری چالش ها، یک سری موارد با معرفی مایکرو سرویس ها خب بیشتر بولد شدن. یک سری سختی ها هم داریم مایکرو سرویس به دلیل ترند شدن بازوردیه به اسم مایکرو سرویس. داستان اینه که ما در واقع یک مفهومی، یک کانسپتی و مخصوصا این مفهوم یا کانسپت وقتی تکنولوژی بیس باشه این خیلی بیشتر خودش رو نشون میده، اینه که این مفهومه توی کامیونیتی خیلی جا میفته، خیلی جا در مورد صحبت میکنن، حرف میزنن بدون اینکه اون پیش نیازهایی که داره، بدون اینکه اون پیش شرطهایی که داره، بدون اینکه اون نیازمندیایی که داره خیلی خوب جا بیفته. ما توی SOA که حالا به نوعی خیلی نزدیکی زیادی هم با مایکرو سرویس داره، این داستان رو داشتیم از یه جنبه دیگه، این که حالا خیلی خوب توی کامیونیتی جا نیفتاد و خیلی حالا مفهومش با مفهوم سرویس باس ها خیلی جابجا شده بود. این بود که برخلاف مایکرو سرویس به خوبی استاندارد شده بود، داکیومنت های خیلی خوبی براش به وجود اومده بود، ولی وقتی معرفی شد به کامیونیتی نمونه پیاده سازی خوبی نداشت. توی مایکرو سرویس داستان کاملا برعکس شد، یعنی مایکرو سرویس از دل یک سری داستان‌های موفقیت‌آمیز اومد بیرونی. شرکتایی بودن که داشتن در واقع ترانسفورمیشن آیتی رو داشتن پشت سر میگذروندن و نیازمندی‌هایی داشتن که نیازمندی‌ها منجر شد که تغییراتی رو همونجور که توی ارگانیزیشنشون و توی ساختار سازمانیشون داشتن همون رو توی معماری اطلاعاتی سیستمشون هم داشته باشن که اینا بتونن الاین با هم پیش برن. و خب این یک پوان و یک نکته مثبت بود. اما خب وقتی این یه مقدار توی کامیونیتی اومد و صحبت شد در موردش، داستان اینه که توی کامیونیتی و توی صحبت‌هایی که انجام میشه اینجوریه که معمولاً ویترین اون اتفاقات توی کامیونیتی گفته میشه و اینکه پشت صحنه چه اتفاقی بوده و چی بوده که به اینجا رسیدن، چه پیش نیازهایی داشتن، خب خیلی گفته نمیشه و این منجر به این میشه که کپی پیست بشه. این کپی پیست شدن خب اتفاقات ناخوشایندی رو میتونه به دنبال داشته باشه. یه سری از این چالش ها رو سعی میکنیم امروز در موردشون مختصرا صحبت کنیم و سولوشن هایی رو در موردشون ارائه بدیم. در مورد حالا ترند و بازورد بودن مایکرو سرویس صحبت کردیم.
من ترند مایکرو سرویس رو دیروز توی گوگل گرفتم. ما ترند جهانیه. این که ما میگیم خیلی سریع مایکرو سرویس خودش رو جا انداخته، اگه دقت کنید از 2014 که حالا یه مقداری اون مقاله معروفی که توی سایت مارتین فاولر بود اومد بالا، جیمز سم نیومن کتاب بیلدینگ مایکرو سرویس رو نوشت، حالا در موردش بیشتر صحبت شد. تا الانی که رسیدیم به 2020 خیلی سریع این ترند در واقع به اوج و به قله رسید و این حالت این در واقع نمودار تمایل کامیونیتی نسبت به ترند شدن یک ترم، معمولا 50 به بالا یعنی پاپولار هستشون ترند و تو فاصله خیلی کم این اتفاق افتاد. من توی ایران هم گرفتم، حالا توی ایران یه مقدار نمودارش جالبه، ولی خب به هر حال توی خود ایران هم اگه دقت کنی قبل از 2016 یا به فاصله مثلا یک سال بعد از این که توی کامیونیتی ترند شده بود، توی ایران هم این محبوبیتش رو حداقل از این نظر که سرچی روش انجام بشه، کامیونیتی مقدار دنبالش باشه، این اتفاق خب افتاد و توی کامیونیتی کشور ما هم حالا خیلی اتفاق عجیب و غریبی نیفتاد. یه نکته جالبی که وجود داره، بحث حالا بازوردی و شاید یه مقدار بیشتر روشن کنه، من این گزارش 4 ماهه اول این فوکیو رو گرفتم، مربوط به گزارش پارسال، در مورد حالا ترند های معماری و دیزاین. اگر دقت کنیم می‌بینیم که حالا دامین دریون دیزاین که حالا روی در واقع جای خوبی قرار گرفته، ولی مایکرو سرویس هم می‌بینیم توی در واقع لول آخری قرار داده، یعنی به یک سطح بلوغ خوبی رسیدن و این میتونه خب یه خبر خوب باشه. توی فاصله کمی این دامین دریون دیزاین نزدیک به 2 دهه از معرفیش میگذره، مایکرو سرویس خب این فاصله رو خیلی سریعتر و طی کرد تا اینکه حالا به سطح بلوغ برسه. یه نکته خیلی جالبی که اینجا وجود داره اینه که ما توی ارلی ادپترز اگه نگاه کنیم میبینیم که سیستم های دیستریبیوتد رو گذاشته اینور، یعنی توسعه صحیح سیستم های دیستریبیوتد هنوز به مرحله اولیه بلوغ هم نرسیدن و به نظرم این نکته خیلی مهم و خیلی جالبه. می‌بینیم که مایکرو سرویس اساساً و از پایه یک سیستم دیستریبیوتد هستش و کامپلکسیتی خیلی زیادی رو از دیو یه مقدار میگیره و به بخش اپریشن میبره و به نظرم این نمودار و در واقع این گزارش حرفای خیلی جالبی داره. پیشنهاد میکنم گزارش رو یک مطالعه کنید. این که ما توی توسعه صحیح سیستم‌های توزیع شده هنوز تو مرحله اولیم، تو مرحله اول ارلی ادپتر هستیم، ولی خب توی مایکرو سرویسز به یک سطح بلوغ خیلی خوبی رسیدیم. این شاید حالا خیلی با هم نخونن، حالا من خیلی وارد جزئیات نخواهم شد. خب توی مایکرو سرویس واقعیت اینه که چون از همه چیز ما داریم صحبت میکنیم، از بحث‌های تکنیکال بگیریم تا بحث‌های سازمانی تا بحث‌های توپولوژی تیم، همه این اتفاقاتی که داریم توی مایکرو سرویس داره در موردشون صحبت میشه و ما به نوعی باشون سر و کار داریم، ضمن که چالش‌های جدیدتری به وجود میاد. چالش جدید نیستن، چالش‌هایی هستن که بولد میشن. راه‌های خیلی زیادی رو ما وقتی می‌خوایم وارد دنیای مایکرو سرویس بشیم، این راه‌های خیلی زیادی رو در واقع در پیش رو داریم و مجبوریم باشون درگیر بشیم، از تکنولوژی‌های مختلف، از درگیر شدن با استک‌های مختلف، از چالش‌های این که سیستم مانولیت رو چجوری بشکنیم، از چالش‌های این که با تراکنش‌های توزیع شده چجوری برخورد کنیم، تا چالش‌های خیلی 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 مهمتر مربوط به چالش‌های سازمانی، مربوط به چالش‌های تیم توپولوژی و اینکه این معماری مایکرو سرویس و این سرویس‌هایی که میشکنیم چجوری میتونه در واقع رشد سازمانی رو در ساپورت کنه و همزمان با رشد سازمانی این معماری هم پیش بره. که حالا جلوتر می‌بینیم که اصلا یکی از داستان‌ها، یکی از اهداف مایکرو سرویس هم همینه.
به نوعی که واقعیتش اینه که این حالا توی کامیونیتی ما هم وجود داره. معمولا تیم‌ها و سازمان‌ها یکی از این دو حالت رو دارن، یا کلاً به سمت ماکرو سرویس رفتن و یا اینکه دارن به سمت ماکرو سرویس میرن. این حداقل این کلیم رو دارن. اینکه این اتفاق شاید به خوبی میفته یا نمیفته و اینکه این اتفاق و این تصمیمات میتونه منجر به اشتباهات میلیون دلاری بشه یا نشه، خب این یه بحث دیگه است. ولی تقریبا با هر جا و هر کس و هر آدم تکنیکال و حتی غیر تکنیکال، نکته مهمترش اینه صحبت میکنیم اینه که یا برنامه دارن به سمت ماکرو سرویس برن و یا اینکه به سمت ماکرو سرویس رفتن. بعد مثال یه مرور کوتاهی و کوچیکی از ماکرو سرویس هم داشته باشیم. این ماکرو سرویس چیه؟ من فقط حالا خلاصه و کوتاه بگم که ماکرو سرویس، حالا خب جیمز لوئیس توی 2011 اگر اشتباه نکنم ترمش رو معرفی کرد. حالا کسای دیگه هم میگن که ترم ماکرو سرویس رو معرفی کرده، ولی خب خیلی خیلی حالا موضوع بحث و موضوع صحبت ما نیست. ولی خب داستانی که از این مقدار از 2010 و 2011 مقدار نشانه‌های مثبتی از این حرکتی که این سازمان‌ها داشتن نسبت به این معماری سیستمی که داشتن، خب و حرکات مثبتی داشتن و داستان‌های موفقیتی داشتن. خب یه مقدار اومدن توی کامیونیتی در موردشون صحبت کردن، اول آروم آروم. خب ترم یه مقدار از اون موقع معرفی شده بود، صحبت خب زیاد در مورد شده بود، ولی فکر میکنم هنوز مهمترین سورس و درستترین سورس در مورد خود ماکرو سرویس همین مقاله معروفیه که جیمز لوئیس و مارتین فاولر نوشتن. پیشنهاد میکنم اگر نخوندین یه سری بهش بزنید و مطالعه کنید، و اگر خوندین مجدد مطالعه کنید. فکر میکنم که نکات مهمی مجدد برای خوندن توی مقاله پیدا بشه. نکته جالبی که توی این مقاله وجود داره اینه که تعریف مشخصی از ماکرو سرویس نداشتن و واقعا هم نمیتونستن تعریف مشخصی از ماکرو سرویس داشته باشن. و این مقاله از این جهت برای من خیلی جالب هستش که اینا اومدن یک سری سازمان ها و یک سری شرکت ها و یک سری تیم هایی که ادعا کردن که معماری ماکرو سرویس رو ایمپلیمنت کردن رو بررسی کردن. طبیعتاً یک سری از این داستان‌های موفقیت آمیز و حتی داستانی که با شکست مواجه شدن داستانی بودن که خود اینها باشون درگیر بودن. حالا مارتین فاولر که کمتره، ولی خب جیمز لوئیس خیلی بیشتر درگیر بوده و یه سری ویژگی‌های مشترکی از دل این داستان‌های موفقیت آمیز در آوردن به این شکل که خب یه سری یوز کیس های موفقیت آمیز بررسی شد، ویژگی هایی که در واقع این شرکت ها و این سازمان ها داشتن توی این مسیری که به سمت ماکرو سرویس رفتن رو استخراج کردن و ویژگی مشترک رو در آوردن. و به جای تعریف در واقع یک تعریف مشخص از ماکرو سرویس که واقعا نمیشه این کار انجام داد، مخصوصا ترمی که به تکنولوژی وابسته است، اومدن این ویژگی ها رو برشمردن و گفتن که این ویژگی ها رو اگر وجود داشته باشه ما میتونیم ادعا کنیم که یک سازمان یا یک شرکت داره به سمت معماری ماکرو سرویس میره و داره حرکت موفقیت آمیزی میزنه. ما حالا خیلی نمیخوام وارد در واقع توضیح دادن این ویژگی ها بشم، بعضیاشون بسیار بسیار مهمن که در ادامه در موردشون مختصرا صحبت میشه، مثل کامپوننتایزیشن ویا سرویسز. هم سرویسش مهمه و هم کامپوننتایزیشنش مهمه. Organized Around Business Capability، بحث بیزنس کیپیبیلیتی بسیار مهمه و حالا Infrastructure Automation و حالا بقیه در واقع ویژگی هایی که اینجا در موردشون صحبت میکنن. اگر بخوایم به صورت خلاصه چند تا از این ویژگی ها رو انتخاب کنیم و در واقع یک تعریف کوچیکی بخوایم از ماکرو سرویس داشته باشیم، تعریفی که اون تکنولوژی یه مقدار بیخیال میشه و جنبه‌های مهمتر رو تو این تعریف میاره، ما با سرویس‌های سر و کار داریم که سرویس‌ها اولا اتونوموس هستن و سرویس‌های کوچیکی هستن و این سرویس‌ها حتما با هم کار میکنن. این سرویس‌ها ایزوله نیستن و سرویس‌ها هولوش بیزنس دامین یا بیزنس کیپیبیلیتی این سرویس‌ها
شکلی گرفتن. این مواردی که من بولد کردم موارد مهمی هستن که در ادامه مختصرا در موردشون صحبت میشه. از یه جنبه دیگه هم میشه در مورد مایکرو سرویس صحبت کرد. این که بخوایم یک سرویس رو ببینیم چقدر با ویژگی هایی که ما در مورد معماری مایکرو سرویس تو ذهنمون داریم چقدر اوکی هستش و چقدر بهش نزدیکه، میتونیم از یه جنبه دیگه هم بهش نگاه کنیم. حالا توی تعریف قبلی بحث سایز مایکرو سرویس هم حالا یه مقدار وجود داره. یه در واقع چالشی هم که با خود اسم مایکرو سرویس وجود داره این بحث ماکرو بودنشه که خیلی داستان ایجاد کرده که اگر اندازه مهم نیست خب چرا این اسم توی در واقع خود این ترم اومده مایکرو سرویس. یک سرویس هایی هستن که ریپلیس کردنشون، از اول نوشتنشون و جایگزین کردنشون هزینه زیادی برای ما نداره. هزینه از نظر این که از اول نوشته بشن، هزینه از نظر زمانیه و از جنبه‌های مختلف. این سرویس ها به راحتی و به آسونی قابلیت مقیاس پذیری دارن و در مقابلش در واقع شکست و در واقع اتفاقات بدی که براشون میفته توی محیط پروداکشن اینها مقاومت دارن و مهمترین که این در واقع اتفاقات بدی که برای یک سرویس میفته این پروپاگیت نمیشه روی بقیه سرویس ها و اینکه اینها اون بحث الاین بودن با سازمان و الاین بودن با در واقع اهداف کلان سازمان این است که این سرویس ها به سازمان این اجازه رو میدن که تا جای ممکن اینها بتونن سریع پیش برن و نسبت به تغییرات بازار بتونن جواب گو باشن و جواب سریع داشته باشن. خب تا اینجا حالا یه در موقع یه مقدار بحث آکادمیک شاید در مورد مایکرو سرویس کردیم، یه مقدار تعریفشون رو بیشتر بررسی کردیم و یه چند تا ویژگی در مورد مایکرو سرویس رو برشمردیم. بعد نیست نقطه مقابل مایکرو سرویس هم یه کوچولو بهش نگاه کنیم تا حالا بعداً بریم سراغ چالش‌هایی که باشون مواجه هستیم. میدونیم که مایکرو سرویس رو ما در مقابل مونولیت یا یک اپلیکیشن یک تکه همیشه در نظر میگیریم، هرچند که خب الان توی کامیونیتی جا افتاده که سیستم لگسی و سیستم مونولیت رو ما اینترچنجبلی با هم به کار میبریم که خب کار طبیعتاً کار اوکی نیست. سیستم ها در واقع مونولیت یا سیستم یک تکمون غالبا از این جهت بهشون میگیم مونولیت که این کل این سیستمی که داریم یا کل این اپلیکیشنی که داریم رو ما میتونیم یک جا و باید یک جا این رو دیپلوی کنیم توی محیط پروداکشن. در واقع هم بخش فرانتمون، هم بخش اپلیکیشن سرویسمون و هم بخشی که با در واقع دیتا سر و کار داره. خب این یه دید کلاسیک لیرینگ نسبت به معماری. همین سیستمی هم که ما اینجا داریم یک جنبه دیستریبیوشن تو این سیستم وجود داره، چرا که دیتابیس عملاً یک پروسس دیگه است، حالا یا توی همون ماشین یا توی ماشین دیگه اومده بالا و این خب این اپلیکیشن ما و این سرویس ما طبیعتاً بایستی با اون سرویس کامیونیکیت داشته باشه. این حالا خب یک جنبه دیگه هم میتونه داشته باشه و اونم اینه که خب یو آی ممکنه از خود اپلیکیشن ما جدا باشه و اینا خب دو تکه جداگونه بشن. اینا در واقع موومنت ها و حرکت هایی بودن که توی کامیونیتی باشون سر و کار داشتیم و گفتم دیگه این در واقع همین سیستمی که اینجا داریم سیستم هایی هستن که در واقع یک جنبه‌ای دیستریبیوشن هم با هم دارن، چرا که پروسس های مختلفی هستن. این پروسس ها بایستی با هم تعامل داشته باشن. یک سری مزیت داره این سیستم مونولیتی که ما داریم. خب این سیستم دیپلویش خیلی راحت تر انجام میشه، سیستم مینتین کردنش خیلی راحت انجام میشه، تست کردن سیستم خیلی راحت انجام میشه. ما اگه بخوایم یک فانکشنی رو تست کنیم خب کل این سیستم میاد بالا و ما به راحتی میتونیم سیستم رو تست کنیم. مخصوصا end to end تست توی این حالت بسیار بسیار راحت تره.
مزایای دیگه هم داره که حالا خب چون بحث ما نبود من خیلی بهش نمیپردازم. و یک سری خب مشکل داره و یک سری معایب میتونه داشته باشه و این معایب نکتهش اینه که کانتکست بیسه و توی کانتکست خاصی اینها عیب حساب میشن. یکی این که خب در مقابل در واقع مشکل یا باگ یا خطایی اگر توی اپلیکیشن بیفته خب طبیعتا کل اپلیکیشن دان میشه. مثلا اگه توی ماژول X خطایی بیفته خب کل اپلیکیشن دان میشه. دو اینکه دیپلوی ما علاوه بر اینکه راحته و آسان دیپلوی ما خب یه مقدار با تأخیر انجام میشه با بزرگ شدن این سیستم یک که نسبت به تکنولوژی ها خب محدودیت داره و مهمتر این که نسبت به اسکیل کردن سازمان خیلی ممکنه جوابگو نباشه. تیم ها بزرگتر میشن، تایم تو مارکت خب خیلی حساس‌تر میشه و این با بزرگ شدن این سیستم مونولیت ما ممکنه به مشکل بخوریم. داستان اینه که ما اگر دنبال ماکرو سرویس هستیم در وهله اول هیچ چیزی نیاز نداریم مگر اینکه یک دلیل قانع کننده داشته باشیم که چرا ماکرو سرویس رو انتخاب میکنیم. دلیلمون میتونه یکی از اینها باشه. این دلیل رو داشته باشیم بقیه اتفاقات میتونه رقم بخوره. خب در مورد خود ماکرو سرویس ها من یا شما هم وقتی که یه مقدار نگاه میکنیم به کامیونیتی میبینیم که این آدمایی که در مورد ماکرو سرویس بیشتر صحبت میکنن یک سری چالش ها رو مطرح میکنن، از یک سری موارد شکایت میکنن. حالا من بعضیاشون اینجا نوشتم، حالا در درجه اهمیتشون طبیعتاً نسبت به هم یکسان نیستن، مثل اندازه ماکرو سرویس ها، دیپلوی کردن، end to end تست و نمیدونم ایوالویشن ماکرو سرویس ها یا ورژنینگ ماکرو سرویس ها، منیج کردن دیتا و مواردی که خب اینجا نوشته شده. برخی از این مواردی هستن که مبتلا به سیستم های توزیع شده هستن که ماکرو سرویس هم از این قاعده مستثنا نیست. اولین پیتفالی که واقعا باید بهش توجه کنیم همینه. نکته اینه که اینهایی که اینجا بهشون اشاره میشه اینها چالش هستن و باید نسبت بهشون راه حل داشته باشیم و ردی باشیم برای اینکه با این چالش ها مواجه بشیم و راه حل براشون داشته باشیم. اما دو تا جنبه مهم دیگه داره، یکی ارگانیزیشن ترانسفورمیشن و یکی تیم توپولوژیه. این که ماکرو سرویس نوشته میشه دلیل اصلی در واقع اون شرکت هایی که به این سمت رفتن بحث ارگانیزیشن ترانسفورمیشن بوده. سازمان و شرکتشون بزرگ شده، مارکتشون یه مقدار فرق میکرده و اون در واقع مونولیت خب خیلی جوابگوشون نبوده. حالا من کمتر به این مورد میپردازم، دلیلش هم اینه که واقعیتش ما الان شرایط اینجوری نیست که ما بگیم در واقع سافتور کامپانی ها، یه سافتور کامپانی داریم و کامپانی هایی که در واقع سافتور بیس نیستن. در واقع الان همه شرکت ها و همه سازمان ها به نوعی شرکت و سازمان سافتوری هستن و مبتنی بر سافتور و آیتی هستن. حالا امیدوارم که در ادامه و توی وبینارهای بعدی فرصتی باشه در مورد اون دو تا جنبه مهمتر هم صحبت بشه. یه نکته مهمی که وجود داره، حالا بحث در واقع ماکرو سرویس و ESP ها یا SOA ها هستش، بحث ESP انترپرایز سرویس باس که ما غالبا به عنوان یک آنتی پترن میشناسیمش. دلیل این که ما اینو به عنوان آنتی پترن میشناسیم این هستش که اتفاقات خیلی زیادی توی ESP ها میفته و توی حالا اون وندورهایی که ESP رو ارائه میدن خیلی اتفاقات زیادی رو توی ESP یا مسئولیت‌های زیادی رو به گردن ESP میندازن. EBS ببخشید، ESP املاشو اشتباه نوشتم. اوکی. و حالا یک سری بحث راوتینگه که خب اینا بحثایی هستن که باید برای انترپرایز سرویس باس‌ها اتفاق بیفته و اتفاق عجیبی نیست. نکته‌ای که ESP ها یا انترپرایز سرویس باس ها رو یک آنتی پترن در واقع میکنه و تبدیلش میکنه به آنتی پترن اینه که دامین لیک داریم. ما یک سری موارد و یک سری مباحثی که مرتبط با دامین هستن اینها توی ESP برده میشه
خب طبیعتا اتونوموس بودن سرویس ها رو با اختلال مواجه میکنه. دیپلوی کردن سرویس ها و اینکه مستقل دیپلوی بشن رو با اختلال مواجه میکنه، چون دیپلوی کردن یک سرویس مستلزم تغییر توی انترپرایز سرویس باس هم هستش. ما همین رو ضمن اینکه آنتی پترن میشناسیم با یک دید دیگه توی ماکرو سرویس بهش نگاه میکنیم، API Gateway. عملاً API Gateway همون کارو داره انجام میده. از این جهت این میتونه پیتفال باشه، میتونه چالش باشه که دقت کنید که این API Gateway تبدیل نشه به یک انترپرایز سرویس باسی که فقط اسمش عوض شده. و بهتره که خب روی همون کار راوتینگ و آتنتیکیشن بمونه API Gateway. بحث اولی که یا پیتفال اولی که توی سیستم‌های توزیع شده خیلی باید بهش دقت کنیم، این بحث شیفت مایندستی هستش که ما بایستی از یک سرویسی یا از یک اپلیکیشنی که دیستریبیوتد نیستش رو به یک اپلیکیشنی که دیستریبیوتد هستش رو بایستی این شیفت مایندست رو انجام بدیم و چالش هایی که ماهیت این سیستم هاست رو بشناسیم و بپذیریمشون. ما وقتی خب سیستم ها رو میشکنیم، ماژول ها رو به سرویس های مختلف میشکنیم، طبیعتاً برای اینکه یک عملیات یک فانکشنالیتی انجام بشه این احتمالاً چندین و چند گام یا چندین و چند استپ رو احتمالاً طی میکنه تا حالا یک عملیاتی انجام بشه. ما توی سیستم های دیستریبیوتد بین این سه تا مورد نمیتونیم تمایز قائل بشیم. یک اینکه تایم اوتی اتفاق افتاده، این تایم اوت به چه دلیل بوده؟ مثلا خود سرویس کرش شده، سرویس پایینه، سرویس ریکوست گرفته به مشکل خورده، یا نتورک مثلا پایین بوده و نتورک در واقع کرش شده، نتورک مثلا اسلو بوده، نتورک سرعتش پایین بوده. و خب این اتفاق میتونه منجر به UX بدی بشه برای کاربر. خب اولین اتفاقی که توی این فلو میفته اینه که خب تایم اوت به کاربر داده میشه، در حالی که خب این تایم اوت طبیعتاً کانسرن کاربر نبوده و حالا اینکه تایم اوت بگیره یا فنج بزنه یا کارهای از این قبیل خب طبیعتاً UX خوبی نداره. اولین کاری که باید توی در واقع این چتینگ بین سرویس ها انجام بدیم بحث تایم اوت. با تایم اوت حتما وارد بازی کنیم. گفتم به دلیلی که نمیتونیم بین این سه تا مورد و سه تا موضوع تمایز قائل بشیم. تایم اوت این وقتی این اتفاق میفته، وقتی یک تایم اوت اینجا اتفاق میفته، در واقع تایم اوت طبیعی اتفاق میفته، مخصوصا اگر اینجا عملیات ریترای رو ما داشته باشیم، این سیستم به راحتی میتونه بعد از یه مدت دان بشه، چون در واقع ترت پول پر میشه. در واقع این یک کال اینجا انجام داده، این کال جوابش نیومده، دوباره ریترای میکنه، یک کال دیگه انجام میده، یک کال دیگه انجام میشه و خب این ترت پول پر میشه و جواب بقیه ریکوست ها رو نخواهد داد و این اتفاق پرپگیت میشه روی بقیه سرویس ها. برآیند این اتفاقات باعث میشه که سیستم ما رزیلینس نباشه نسبت به در واقع یک فیلی که توی یک جای شبکه اتفاق میفته و این اتفاقی که حالا بدی که ما برای سیستم در واقع مونولیت گفتیم، خب اینجا میتونه خیلی شدیدتر خودش نشون بده. بهترینه که ما تایم اوت داشته باشیم. تایم اوت هم حتما تا جایی ممکن کوچیک در نظر بگیریم که بتونیم آمادگی شبکه هم تو این حالت محک بزنیم. دلیلش هم اینه که شکست سریع برای ما توی سیستم‌های دیستریبیوتد و توی سیستم‌های ماکرو سرویس بسیار 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 مهم هستش و این شکست خب اولین گامه این که ما بفهمیم خب یک کال یا یک چتینگ شبکه‌ای به مشکل خورده. مورد بعدی اینه که ما حالا اینکه چه جوابی و چه ریاکشنی نسبت به این شکست خواهیم داشت خب به در واقع کانتکست و به اون یوز کیس مرتبط هستش. حالا یا میتونه از دیتای کش شده استفاده کنه یا اینکه میتونه مکانیزم ریترای رو انجام بده یا اینکه میتونه مثلا به صورت ایسینک این رو ایونچوالی یک بار دیگه این رو تکرار کنه و یک جوابی رو به کاربر بده. ولی حالا اکثر مواقع به این در واقع تایم اوت بودن اکتفا میکنن و اکتفا میشه. خب این خیلی جواب اوکی نیست
پترن بعدی که خیلی به ما کمک میکنه و بسیار بسیار مهم هستش بحث سرکیوت بریکره که پیشنهاد میکنم تو این کتاب فوق‌العاده، چون در مورد این توضیح داده و حالا کلا این سری پترن‌های دیگه هم توضیح داده، پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو مطالعه کنید. سرکیوت بریکر داستانش اینه که یک مقدار هوشمندتر کار میکنه، بر اساس تایم‌اوت کار میکنه، ولی اگر ببینه که مثلا 5 تا 6 تا کال انجام داده و این کال‌هایی بودن که مثلا نتورک ریفیوز رو گرفته، بار بعدی این کار رو انجام نمیده و نتورک رو صدا نمیزنه، هم رسپانس سریعتر اتفاق میفته و همین که یک صدا زدن شبکه بیهوده‌ای رو ازش جلوگیری خواهد کرد. و حالا پیاده سازی مختلفی از این سرکیوت بریکر هستش، مثل برایتر یا پالی توی دات نت هستش، هایستریکس هم توی جاوا هستش که میتونید ازش استفاده کنید. بحث بعدی بحث کورلیشن آیدیه که حالا مرتبط هستش به همین ریکوست هایی که بین سرویس های مختلف پخش میشه. 1 و 2 به بحث دیباگینگ و بحث تریسینگ که جزء پیتفال ها و موارد بسیار مشکل دیگه هستش که توی سیستم های دیستریبیوتد باشون سر و کار داریم. اینه که خب یه ریکوستی رو وقتی از سمت کاربر شروع میشه، این ریکوست ممکنه بین سرویس های مختلفی بره. یک پترن خیلی ساده و بسیار بسیار کاربردی اینه که ما یک کورلیشن آیدی و یک آیدی یونیکی رو ایجاد میکنیم و این مسیج و این پیغامه وقتی به جاهای مختلف میره، خب این کورلیشن آیدی رو با خودشون هم میکنه و کورلیشن آیدی روی مسیج های مختلف میخوره. میتونه توی سرویس های دیگه در واقع یک مسیج جدید ایجاد بشه، کورلیشن آیدی جدید بهش بخوره و در واقع یک پراپرتی به اسم لینک وجود داشته باشه که این لینک داده بشه به مسیج قبلی. حالا تولزهای مختلفی هستن که میتونن تو این زمینه بسیار به ما کمک کنن، مثل کافکاست که ما کلا میتونیم اینها رو بندازیم روی کافکا و حالا کافکا هم مکانیزم سینک داره و هم مکانیزم کانکت داره که میتونه تولزهای مختلف رو خوراک بهشون بده. میتونیم اینا رو مستقیما توی لاگ استش بندازیم. زیپکین هم همین کار رو انجام میده، ضمن اینکه این دوتا تولزه با کافکا هم در واقع میتونن جوین بشن و میتونیم ازشون استفاده کنیم. برای اینکه حالا یه حالت دیگه هم هستش که این بهتره که این سرویس ها خب لاگاشون رو یک جا بندازن و اگریگیت بشه، چون اون در واقع با این کورلیشن آیدی میتونیم تریس کنیم اتفاقات مختلفی که روی یک مسیج میفته و توی سیستم های مختلفه. نکته مهم اینه که کانتکست در واقع روی این لاگ باید کانتکست بیفته. کانتکست شامل یک اپلیکیشنیه که این در واقع ایونت روش اتفاق افتاده. 2 شامل ماشینی هستش که این اپلیکیشن روش اومده بالا. احتمال خیلی زیاد از این اپلیکیشن ما چند تا پروسس مختلف ازش آوردیم بالا و بهترینه که پروسس آیدی هم روش بخورم در کنار تاریخ‌هایی که روش در واقع میخورم. بحث کامپوننتایزیشن و اینکه ما این سرویس ها رو چجوری بشکنیم. بحث بیزینس کیپیبیلیتی، مهمترین نکته شکستن ماکرو سرویس ها بحث بیزینس کیپیبیلیتی که حالا ما همین داستان رو توی DDD و بحث باوندد کانتکست هم داریم. بیزینس کیپیبیلیتی حالا تعریف‌های مختلفی ازش میشه، میتونیم بگیم بیزینس کیپیبیلیتی ترکیبی از آدم‌هاست و فرآینداست و سیستم‌ها هستن که یک ولیو رو برای مشتری خلق میکنن. داستان بیزینس کیپیبیلیتی این هستش که در واقع این که ما بیایم سرویس هامون رو هول و هوش بیزینس کیپیبیلیتی در واقع بشکنیم، به این دلیله که توی بیزینس کیپیبیلیتی در ادامه من بهش اشاره میکنم، همه آن چیزی که ما نیاز داریم برای اینکه یک سرویس اتونوموس داشته باشیم و سرویسی که بتونه مستقل دیپلوی بشه توی این بیزینس کیپیبیلیتی وجود داره. یک کوت معروف هم هستش در مورد کانوی یا یک قانون معروف کانوی هستش که میگه که یه مطالعاتی روی شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف انجام داده و به این نتیجه رسیده که شرکت‌ها و سازمان‌هایی که تلاش میکنن سیستم اطلاعاتی رو ایجاد کنن، معمولاً معماریشون همون استراکچر روابطی هستش که توی سازمان وجود داره، داینامیک روابط، نه روابط استاتیکی که بر اساس حالا اون نمودارها وجود داره. یک مطالعه حالا هاروارد روی این
در واقع قانونی که کانوی داشته انجام داده که میتونید تو این مقاله بخونید. پیشنهاد میکنم حتما بخونید. من این بخشش رو اینجا آوردم و یک سری حالا موارد مهمی که تو این مقاله هست اینجا بولد کردم. نتیجه گیری ساده که میتونیم ازش بگیم اینه که سازمان هایی که روابطشون خیلی به هم نزدیکه و در واقع تیم‌هاشون خیلی با هم در واقع تنیده هستن و ارتباطات زیادی با هم دارن، این سازمان‌هایی هستن که معمولا سیستم اطلاعاتی که تولید میکنن سیستم‌هایی هستن که تایتلی کاپل هستن و سیستم‌هایی هستن که تمایل دارن به سمت مونولیت پیش برن و به عکس. این حالا یک در واقع نموداری هستش به اسم نمودار معروف هستش به اسم چورت دایگرام. حالا این مربوط به نموداری هستش که از نتفلیکس گرفته شده، مربوط به کامیونیکیشن سرویس های نتفلیکس. همین نمودار رو ما میتونیم نسبت به داینامیک روابطی که توی سازمان شکل میگیرم داشته باشیم که حالا من یک مثال رو اینجا آوردم. هم بحث بیزنس کیپیبیلیتی رو ببینیم. این هر کدوم از این خطایی که اینجا کشیدن یعنی یک کامیونیکیشن و هر کامیونیکیشن یعنی یک دیلی توی دیپلوی کردن محصول نهایی، توی دیپلوی کردن ولیو به مشتری. و ما هر چقدر خب این خط و خطوط رو کمتر کنیم طبیعتاً این دیلی کمتر خواهد شد، یک، و دو این ارتباطات کمتر خواهد شد. می‌بینیم که خب مثلا ما اینجا تیم‌های معماری داریم که از یه طرف با حالا تیم توسعه سر و کار داره، حالا تیم توسعه رو داریم که با تیم حالا تست سر و کار داره، با تیم پی ام او سر و کار داره و حالا بقیه بخش‌های سازمان. یه اتفاق دیگه که ما می‌تونیم رقم بزنیم این هستش که ما در واقع میتونیم از این قانون کانوی که داریم این برداشت کنیم که ما بهتره اول ساختار سازمانی رو تغییر بدیم و اون سازمانی که مد نظرمون هستش رو طراحی کنیم و اون معماری سیستم اطلاعاتیمون اون اتفاقی که با دراش رقم بیفته رقم خواهد افتاد و رقم خواهد خورد. بهتر اینه که ما بیایم این چینش بندی و این ساختار سازمانی رو بر اساس بیزنس کیپیبیلیتی در واقع رقم بزنیم، به این معنی که اگر یک بیزنس کیپیبیلیتی به اسم X داریم که آدم‌هایی از جاهای مختلف با اون بیزنس کیپیبیلیتی مثلا از بخش فروش با سر کار دارن، یک پی ام او با اون سر کار داره، مارکتینگ سر کار داره، 5 نفر از تیم دیولپ سر کار داره، 1 نفر از تیم تستینگ سر کار داره، 1 نفر از تیم آپ سر کار داره. حالا برای بقیه بیزنس کیپیبیلیتی هم این اتفاق میفته. بهتر اینه که ما اینها رو یک جا جمع کنیم، اینها با هم کامیونیکیشن مستقیم داشته باشن، اینها با هم یک تیم بشن. همین اتفاق برای بقیه بیزنس کیپیبیلیتی ها میفته. ما برای اینکه در واقع بتونیم یک سرویس مستقل داشته باشیم و بتونیم دیپلوی مستقل داشته باشیم باید حتما آدم ها باشن، باید حتما ریکوایرمنت های درست وجود داشته باشه، باید حتما مشتری درست وجود داشته باشه و همه اینها توی بیزنس کیپیبیلیتی وجود داره. ما اینو میتونیم خب یک استپ جلوتر بریم. خب این بیزنس کیپیبیلیتی میتونه کوچیک‌تر بشه، در واقع تیم‌های کوچیک‌تری باشن که چون توی بیزنس کیپیبیلیتی ما ولیوهای مختلف داریم و حالا این تیم‌ها و تیم‌های توسعه میتونن هولوشون بیزنس کیپیبیلیتی شکل بگیرن. خب پیشنهاد میکنم این کتابم حتما مطالعه بفرمایید، خیلی کمک میکنه تو این زمینه. اگر به سمت مایکرو سرویس پیش میرید توصیه میشه که حتما با مونولیت شروع کنید. دلیلش هم اینه که از نظر سازمانی، از نظر در واقع ماچوریتی، از نظر آمادگی هم بخش دیو هم بخش آفس و از نظر اینکه سوار بشین به کامپلکسیتی دامن بهتر اینه که مونولیت پیش بریم و خب طبیعتا از یه جای بعد ما نیازه که مونولیت رو بشکنیم. حالا چه از اول مونولیت پیش بریم چه اینکه با سیستم مونولیت سر کار داشته باشیم. اولین کاری که باید و اولین اقدامی که باید انجام بدید به نظرم بهتره اینه که یک تم درست و یک تم مشخص توی سیستم مونولیتمون داشته باشیم. بدون این تم خیلی سخته در تغییر دادن توی مونولیت. شاید بهتر باشه که مونولیت رو تغییر ندیم و پترن هایی مثل استرامبلر رو استفاده کنیم که من خیلی واردش نمیشم توی این پرزنت. اگر حالا ما یک مونولیت رو اینجا در نظر بگیریم که حالا ماژول های مختلف داره و این ماژول ها همشون از طریق دیتابیس با هم اینتگریت میشن، اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که این در واقع سیستم مونولیتی که داریم رو ببریم پشت یک HTTP پراکسی.
این هم به نوعی یک پیاده سازی از استرانگلر پترن. این پراکسی در حالت ساده کار خاصی انجام نمیده، همه ریکوست ها رو میگیره و ریکوست ها رو میفرسته به سمت در واقع اون مونولیتی که وجود داشته. و یک خوبی که این پترن داره اینه که ما میتونیم مجدد آمادگی بخش اپریشنمون و آمادگی بخش نتورکمون رو برای اینکه ببینیم آیا مثلا با مثلا 10 تا سرویس دیپلوی کردن و یا این که مثلا یک ریکوست اگر قرار باشه بین 10 تا سرویس بره و بیاد و این ریکوست جوابش برگرده، آیا نتورک ما آمادگی این رو داره یا نداره. این پترن میتونه از این جهت هم بسیار به ما کمک کنه. حالا میتونیم از انجینکس استفاده کنیم یا حالا بقیه تولزایی که وجود داره. بعد از اینکه اتفاق افتاد ما میایم یکی از این ماژول ها رو انتخاب میکنیم. حالا من جلوتر میگم که در واقع چه مواردی میتونیم در نظر بگیریم برای اینکه یک ماژول رو انتخاب کنیم برای اینکه اون ماژول رو از دل مونولیت بیاریم بیرون. ماژول رو انتخاب میکنیم. این ماژول میتونه ابتدای کار با دیتابیسی که بوده کانکشنش رو داشته باشه و این کانکشن رو نیازی همون اول کار در واقع از نظر دیتابیسی هم جدا باشن، ولی خب این موقت هستش. نکته مهمش اینه که ما این رو دیپلوی میکنیم ولی دلیورش نمی‌کنیم. این پراکسی تو این زمینه هم بسیار بسیار به ما میتونه کمک کنه. اگه دقت کنید تمام ریکوست هایی که این پراکسی میگیره همه رو داره باز میفرسته به سمت چی؟ میفرسته به سمت مونولیتی که هستش. این مونولیت حالا این در واقع ماژولی که برای انتخاب شده و جدا شده، این ماژول میتونه تست بشه و وقتی اوکی بود ما میتونیم در واقع سویچ کنیم. فقط نکته مهم اینه که اگر دقت کنید من اینجا گفتم که این در واقع میتونه هنوز از اون دیتابیس قبلی استفاده کنه. نکته مهم اینه که بایستی تمام گام ها و تمام ریفکتورهایی که انجام میدیم، یک بایستی توی گام های کوچیک تا حد ممکن انجام بشه و 2 اتمیک باشه، از این جهت که ما این ریفکتور رو تمام شده حساب نمی کنیم مگر اینکه کانکشن به این دیتابیس هم از بین برود و این چیزی هم که اینجا داریم، این ماژولی هم که اینجا داریم رد پاش از بین بره. خب وقتی خب اوکی بودیم و تست رو انجام دادیم، این پراکسی رو در واقع تنظیم روش انجام میدیم که ریکوست هایی که مربوط به این ماژول بودن رو رات کنه روی ماژول جدیده، روی سرویس جدیده و خب دیتابیس هم جدا خواهد شد و اون ماژولی که اینجا بودم حذف میشه. خب اینجا در واقع همین اتفاق رو ما روی بقیه ماژول ها هم انجام خواهیم داد. اما این سوال پیش میاد که در واقع چه متریک هایی داریم و چه معیارهایی داریم برای اینکه ما یک ماژول رو انتخاب کنیم و برای اینکه اون ماژول در واقع کاندیدای مناسبی باشه برای اینکه ماژول از مونولیت جدا بشه. پیشنهاد میکنم این مقاله رو بخونید، حتما مقاله ژامک یه مقدار مفصل به این مسئله پرداخته. حالا من به صورت خلاصه چند تاش اینجا مثال میزنم. یکی این که بهتره که ما با کیپیبیلیتی هایی شروع کنیم که این کیپیبیلیتی ها یه مقدار جنرال هستن، یه مقدار وابستگی بهشون کمتره. مثلا چی؟ مثلا یوزر اتنتیکیشن به فرض مثال، یا مثلا پروفایل کاربر. اینا میتونن کاندیدای مناسبی باشن برای اینکه جدا بشن از دل اون مونولیتی که داریم. ضمن که حالا وابستگی بقیه مونولیت به اینها میتونه خیلی کم باشه و سرویس های جنرال هستن، به نوعی میتونه یه دست گرمی برای ما هم باشه از این جهت که ببینیم از نظر اپریشن آماده هستیم یا نیستیم برای اینکه حالا به سمت در واقع ماکرو سرویس بریم و سرویس های بیشتری رو بریک کنیم از مونولیتی که داریم. دو این که بهتره ما در واقع ماژول هایی رو، بیزنس کیپیبیلیتی هایی رو انتخاب کنیم که دیپندنسی به اون مونولیت کمتر داشته باشن. فرض کنید که مثلا ما سرویس یا ماژول چک اوت داریم و سرویس پروموشن داریم و سرویس اوردر داریم و پروموشن داریم و سرویس در واقع سرچ داریم و پروموشن. به فرض مثال سرویس سرچ اینجوریه که وقتی کاربر یه سرچ انجام میده، این سرویس سرچ به پروموشن هم ارتباط پیدا میکنه، به این دلیل که خب میره سری در واقع چیزهایی که ما میتونیم پروموت کنیم به کاربر رو از اونجا برمیداره میاره و به کاربر
در واقع ارائه میده. تو این حالت بهتره قبل از این که ما سرویس سرچ رو یا ماژول سرچ رو ما انتخاب کنیم و از دل مونولیت بیاریم بیرون، اولین در واقع ماژولی که انتخاب میکنیم ماژول در واقع پروموشن باشه. این ماژول پروموشن میاد بیرون، دپندنسی از سمت مونولیت هستش به سمت در واقع این ماکرو سرویسی که جدید داریم. و فردا روزی و اسپرینت های بعدی که ما میخوایم سرویس سرچ رو جدا کنیم، می‌بینیم که این سرویس سرچ دپندنسی که داره دپندنسیش به سمت این ماژولی هستش که جدا شده، نه به سمت مونولیت، چون غالبا دپندنسی برعکس معمولا با مشکل زیادی مواجه خواهد شد. و بحث بعدی بحث استیکی کیپیبیلیتی ها هستش. این آرا کیپیبیلیتی ها ویژگی هایی هستن که توی جاهای مختلف توی مونولیت بهشون ارجاع داده شده و ازشون استفاده شده. غالبا یوتیلیتی ها هستن. یه مثالی که حالا توی این مقاله بهش اشاره کرده بحث سشن هستش که مثلا توی سرچ یا توی نمیدونم چک آوت توی پرداخت ما اطلاعات کاربر رو توی این سشن ذخیره میکنیم. نکته‌ای که هستش اینه که ما بهتر این استیکی کیپیبیلیتی ها رو وقتی شناسایی کردیم اینها رو تبدیل کنیم به دامین کانسپت، تبدیل نشن به مفاهیم تکنیکال، تبدیل بشن به دامین کانسپت و توی سرویس ها جداگونه در واقع برده بشن. حالا این تولز ها میتونیم استفاده کنید مخصوصا برای پیدا کردن این استیکی کیپیبیلیتی یا استراکچر 101 میتونه کمک کنه و اندیپند هم تولز خوبیه که میتونه تو این زمینه کمک کنه. تایم کمه، ما حالا سعی میکنم که 2 مورد دیگر رو سریعتر بهشون اشاره کنم و در واقع بپردازیم به بحث پرسش و پاسخ. خب بحث بعدی بحث دیتا. ما اگر خوششانس باشیم توی مرحله قبلی این سرویس هایی که جدا کردیم، سرویس ها در واقع دیتابیسشون هم که جدا کردیم سرویس ها ایزوله خواهند بود و مراودات دیتایی با هم نخواهند داشت این سرویس ها. ولی خب خیلی کم این اتفاق میفته. برای اینکه بدونیم چه دیتاهایی اینجا نگه داشته بشه، چه دیتاهایی موو بشه در واقع به سرویس جدید، بایستی اونر دیتا ها رو مشخص کنیم. بایستی حتما سینگل سورس آف تروث دیتا رو ما بدونیم کیه. هر دیتا بایستی یک در واقع منبع حقیقت داشته باشه. جواب این سوال میتونه بسیار کلیدی باشه نسبت به اینکه ما چه دیتاهایی رو جابجا کنیم از در واقع یک سرویس به سرویس دیگه. ولی خب در حالت کلی این سرویس ها طبیعتاً API رو اکسپوز میکنن و در واقع هر کدوم از این سرویس ها مثلا اگر سرویس پروفایل بود و اینجا به اوردر نیاز داشت به فرض مثال، میتونه اوردرهاش رو از API این سرویس بگیره به جای اینکه مستقیم از دیتا در واقع بگیره. یک رپری روی دیتا به وجود خواهد اومد. یک در واقع مورد بعدی که اینجا وجود داره و یک برداشت بعدی که این اشتباهی که وجود داره اینه که ماکرو سرویس ها نباید API هم رو صدا بزنن، بایستی حتما کامیونیکیت مسیجی با هم داشته باشن. این بسیار بسیار برداشت بعدیه. نکته بعدش اینه که ماکرو سرویس ها API هم رو مستقیم صدا بزنن یا در واقع تایت کاپل بشن به آدرس فیزیکی همدیگه، وگرنه API همدیگه صدا زدن هیچ مشکلی نداره. پترن خوبی که میتونه تو این مورد به ما کمک کنه بحث سرویس رجیستریه. این سرویس هایی که میان بالا باعث توی استارتاپ آدرس خودشون رو رجیستر کنن توی رجیسترر و حالا هر موقع سرویس ها مثلا سرویسی که اگر نیازش با سرویس دو کامیونیکیتی داشته باشه به جای اینکه مستقیم در واقع آدرس سرویس دو رو توی کانفیگ یه جایی نگه داشته در ذخیره کنه و ازش استفاده کنه، سعی میکنه آدرس سرویس دو رو از این سرویس رجیستری بگیره. خب این سرویس رجیستری طبیعتا میتونه بار رو راند روبین کنه بین سرویس ها. یک و دو این که اگه سرویسی پایین باشه میتونه در واقع اینو خبر بده که مثلا سرویس دو هیچ اینستنسی ازش بالا نیست، چون غالبا مکانیزم هارت بیت رو هم پیاده سازی خواهند کرد. دو تا حالا ابزاری که تو این زمینه میتونه خیلی به ما کمک کنه و وجود داره، بحث کانسول و بحث آپاچی زوکیپر.
حالا چون بحث در واقع بریک کردن مونولیت و ماکرو سرویس بوده، پیشنهاد میکنم این 2 کتاب رو هم حتما یه مطالعه کنید. بحث حالا مونولیت و ماکرو سرویس سم نیومنه و بحث ریفکتور کردن دیتابیس که حالا بیشتر به RDBMS ها میپردازه، ولی خب اونقدی مباحثش مهم هستن که میتونه برای نو اسکیل ها هم به کار بیان. خب